یک حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را ذکر میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تهدید بسیار خطرناک کرده برای او کسانی که ماه مبارک رمضان را استفاده درست ازش نمیکنن. و این حدیث شما حتما شنیده باشین که یک روز در روز جمعه بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر بیان خطبه میرفتن که سر محراب بالا شوند. هر قدم خود را که میماندن میگفتن آمین آمین آمین. 3 بار رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه در هنگامی که بر خطبه میره آمین میگه. و بعد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن میکنن یا رسول الله تو چطور 3 بار آمین گفتی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جبریل دعا کرد، 3 دعا کرد و من هم به هر 3 دعای از او آمین گفتم. یک دعای جبریلی بود که دعای بد کرد بر او انسانی که اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم در جای گفته شود و او آدم بخیل باشه که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود نفرسته. میگه جبریل این دعا را کرد، رسول الله میگه من هم آمین گفتم. دعای دیگه شی بود که جبریل بر علیه او انسان دعا کرد که پدر و مادر خود را یا یکی از اونها را در حالت بزرگسالی دریابه و با حد نیکی هایی که به اونها نکرده باشه خود مستحق جنت نسازه. یعنی یک نفری پدر و مادرش در بزرگسالی دریابه و به اونا به این اندازه نیکی نمیکنه که مستحق جنت شوه، یعنی حقشان ادا میکنن، خب به او اندازه نیک مستحق جنت شود. به این مت یک انسان هم جبریل دعای بد میکنه و رسول الله هم آمین میگه. در جمع اینها یک نفر، او نفر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ماه مبارک رمضان را سپری میکنه خو هنوز هم گناهانش باقی هست. بسیار گپ خطرناکی میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جبریل دعا کرد بر علیه او انسانی که ماه مبارک رمضان را سپری کرده هنوز هم گناهانش باقی مانده. حالا شما فکر بکنین، شما و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده باشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش میگه در روز جمعه 1 ساعتی هست که دعا رد نمیشه، هیچی، هر کس که دعا بکنه حتما دعا از او قبول میشه. و خیلی از علما میگن که اینمی ساعت دعا بیشتر علما نظرشون نیست که در اون هنگامی است که امام به خاطر خطبه بالا میشه و امیر روز جمعه هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به خطبه بالا میشه. و چی کسی دعا میکنه؟ جبریل امین وحی روح القدس دعا میکنه بر علیه 3 نفر. و چی کسی آمین میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اسباب اجابت این دعا خیلی بالا هست. روز جمعه هست، ساعتی هست که در جمعه وجود داره و دعا کننده جبریل هست و آمین گوینده هم رسول الله صلی الله علیه و سلم. این بر علیه او انسان دعا کرده که رمضانش سپری شده خو گناهان هنوزم به او باقی مانده باشه. از این که تهدید خطرناک من فکر نمیکنم برای یک نفر دیگه باقی مانده باشه. پس انسان مسلمان امین نکته را مد نظر بگیره.